علیکم دوستان عزیز، خوب هستین؟ بخیر صحتمند. امروز میخوایم اولین ویدیو خود از سرک‌ها و خیابان‌های کشور یوگاندا، شهر کامپالا در شما بگیریم و یک از دوستان از ما و ما فهمید از کشور خود یوگاندا در نام ننگاسته که پسانو را در تصویر میکشنیم. میخوایم امروز در بعضی سرک‌ها و بعضی چیزایی که در چشم میخوره میخوایم در شما معرفی بگیریم و میخوایم در مارکت‌ها و بریم سعی کنیم که مثلا چی چیزی وجود داره چی چیزی وجود نداره. و یک دوست دیگه من در نام نورالدین است که از افغانستان. خوب هستین؟ بخیر صحتمند. امروز آمدیم یک روزی میخوایم که در خیابانا و مارکت‌ها بگردیم با دوست عزیز ما میامه سی های. و امروز یک نفر دیگر هم با خود داریم از افغانستان. دوستا سیکن شاید اکثریتشون بشناسین. نورالدین جان فیس ترکینگ ازی تمام شده، فهمیدی؟ حال پشت از من میگرده. خب پس آستا قدم زده میریم دیگه، بینگریم که چی میشه بخیر، بتونیم یک روز خوب و بتونیم یک خاطره خوب تمام شما ایجاد کنیم و لذت ببریم. منتظر ویدیوهای بعدی باشه. اینجا هم که میگرین دیگه این سرک به نام مالتی امارود میگه. اکثریت جایش رو من نمیفهمیم، خب بازم کوشش میکنیم که بفهمیم نامای اینجا چیه. عزیز میخوایم یک گپ دیگر هم داشتم بگم، یعنی سبزا رو که میگیرین کسایی که از سر از سبزا تر شوه پلیس می فهمید دستگیر میکنه، یا باید 50,000 افغانی جریمه بدی یا ای که بری باید بندی شوی. هر کسی کسر از سبزا تر شوه دیگه جنجال. اول اینجا دانه رو میگیریم کسر سبزا تر میشه، فعلا کس نیه. دو نفر بچه رو دیدیم ما چی میکنه اینجا. آه جلیل جان چی میگنی جلیل جان؟ سلام و احترامات. خوب هستید؟ بخیر صحتمند؟ بخیر است؟ جان تانجور است؟ کجا روان هستید؟ بخیر تو؟ یوگاندا رو میگردید بخیر؟ امروز روز اول است بخیر؟ بله والا کمی سودای خانه و همین چیزایی که ضروری است. دوستای عزیز اینجا میگیرین دیگه لیلامی فروشی، اینجا کالا مال هر چی که کار دارین هر چیزی که بخواین هسته. یگانه جای است که اینجا لیلامی فروشی باید اندازه زیاده که فکرش نکنید. فعلا باز ما شما میریم در لیلامی فروشی. دوستا میگن که لیلامی چه قضیه، حتی سرای سرک هر جایی که بخوای لیلامی مواد عطاری دیگه هر آن چیزی که بخوای در شهر و بازار پیدا میشه. لیلامی فروشی را سعی کنین بعد اندازه زیاده هر آن چیزی که بخوای اینجا پیدا میشه دیگه. صدا می قضیه دا پرسان نکن، هر دکان از خود لاسپیکر داره دیگه. فکر کن که اینجا که در به سیستم تو قلف میشه، خود نمیفهمی که گپ چیه. دوستا دیگه کسایی که اگر سیستم فیلم برداری میفهمه، یک مشکل اینجا که آیزوی از ما باید یا کامری یا کسی سیاپوست است. مرچی که آیزوی را بالا میکنم ولی بگراند سفید میشه، باز خودون از اون معلوم نمیشه. باید یک فضایی باشیم که فضا معلوم میشه. this place من انگلیسی شروع کردم. این ممکنه است که در کابل اگر رقمی باشه مگه مردم فهمیده اجازه نیست، بیادبی است و ماشون چی رقمه، اما اینجا دیگه چیزا فهمیده عادی و عادیه دیگه. این گپا نیه. جای هستیم که زیادتر چه لباس فروشی رقم لباس های زنانه مردانه هر رقم لباسی که بگی ما همگی همه تو طرف پیش رفته ریم که باش خدا کنه اگر چیزی برای خریدن داشتیم انشالله کوشش میکنیم یکان چیزی بخریم. میگیرین بود کرمیچ فوتبال هر رقم بوتایی که بخرین در اینجا زیاده و یگانه چیزی که اینجا زیاده موتورسیکل. آنقدر موتورسیکل زیاده که از آدم کدام اینجا موتورسیکل زیاده در موتورسیکل خیلی زیاده.
دیگه امروز روز رخصتی است به او خاطر کمر بازار جمع جوش نیه. دیگه روز اگه بی دیگه جای پایم نیه. از منده کابل تیر کردم. منده کابل اینگه چرک شم نمی